دانشمان تو این درجات یا سخر بپروم دیگه چی بپروی کنه؟ رگیسترات تمام شده باید گرانیچه بگذاریم تو بپروم دا چه خورده چه رفتم دیر شد مگامبو تو ولی هم کلات کار رو میکنه دا چما؟ ای همه شرکتی بهترین شرکتی باوریناک شرکتی محیدین وقت ما زنگش دادم از این میای تاییدو میگیرم میبرمونم به حضور خوزی همینجا میایم او تاییدو میای میگیرم میبرمونم ای دانشمان ای یا چای برس ای ما تلخه کفش دیوی اینه قبل است مفیق قلم محیدین دوستان عزیز به نهایت شمال سخت در تابستان قدرت خدا ماشین تیله میکنه ماشین تیله کرده است این درختها رو چپا میکنه یک تکه بارون هم آماده است خانه که پناه خدا باقی سربلند و خانوار باشه خداوند یارو مددگار هممون نگاهبان باشه تاجیکستانمون همه وقت آباد و آرام باشه دوستان عزیز اینجا بریده است هوا کم کمیه انا برادرها اینجا در آمدن قریب در آمدن تونل ای گرفتش یکم چنگ شیش همه شیش ای جانم شیده بعد ای شمال بعد ای خود چنگ و چی بارون خستوه گرفت وار که درخت ها راحت میکنند این گروه همه راحت میکنند جون خدای شمال علی خدا هم شمال گشته است شوفر خواهش میکنید دیگه موشتون در پی درختان هم مونده این هم دردی بخیره مقصد درخت چپا شده در برای ماشین زوار بودنشون ممکنه یک ساعت شده که قریبا هم که شمال پدریت گشته است نه خوب وارد خونه همجا چه تازه بودن یه چه که شمال است که ما بیرون برآمدم خدا هم شمال گشت که باور کنیم بچه دوستان عزیز دوستان بیرد شمال سخت گشت است
دوستان عزیز سلام درود. عجب دور زمان شد. در تابستان شمال بی شوری شد. خیلی شگر همه شگر. در زمستان خدا رو زارا میکنیم که باران بباره. مقصد در زمستان خدا رو زارا میکنیم که بباره. کم در کم میبارید. با این خیلی بینید طبیعت بینید. اگر طبیعت روزی گرم و سرد دارد چمان گلهای سرخ و زرد دارد. کجا دانند دلها دلی ما که هر یک خنده ما درد دارد. اکی گفت شاعره برای هم میگم که طبیعت اگه همه خیلی میگم در تابستان خوب نیست. خیلی در تابستان این عجینا شمال هست. کم کم بارون هم باریده که مقصد که بارون چه خیلی بگیم ماشین رو چرکین کرد. شمال تلفن میدونم چه خیلی میبینه چون شمال خسرو گشته است. خداوند که بچه بخیر بیاره. چه گفتیم برادرم؟ من بهانه شمال قطعی برگ دوشنبه شهر هم تماشا کردیم. زنده باشید برای ریکورد. وقتی شمال رو بخیر اردونی خوب میشه.